خیلی وقت پیش برخی از رسانه‌های الحادی و اسلام ستیز یه جمله‌ای منتشر کردن و نسبتش دادن به صدر اعظم پیشین آلمان خانم مرکل. اون جمله اینه: یکی از تاکتیک‌های ملحدین گرامی اینه که یه جمله از تراوشات ذهنی خودشون یا این ور اون ور میارن و زیرش می‌نویسن کوروش بزرگ یا نیچه یا ناپل اون بوناپارت یا اشخاص مشهور دیگه تا کمی اعتبار بدن به اون جمله. این جمله هم اصلاً متعلق به خانم مرکل نیست و یه کاربر عادی فیسبوک اونو نوشته. حالا هر کی گفته باشه مهم نیست، ما جوابشو میدیم. نویسنده جمله میخواد بگه که مسلمانای آواره سوریه به ما اروپایی‌ها پناه میارن در حالی که مکه بهشون نزدیک‌تره. خب هر عقل سالمی میتونه درک کنه که پذیرش پناهندگی بیش از 6 میلیون آواره و جنگ زده داخل یک شهر مثل مکه، اون هم به صورت یکباره، غیر ممکنه و باعث مختل شدن سیستم اجتماعی و اقتصادی اون شهر میشه. ولی اگه بگیم که منظورشون از شهر مکه یعنی کل جهان اسلام بوده، پس اول یه نگاهی به این آمار بندازیم. فقط کشور لبنان اندازه کل اروپا پناهجو پذیرفته. حالا بماند ترکیه که بیش از 3 برابر اونه. همین 532,000 نفری هم که رفتن آلمان، ما ناراحتیم رفتن اونجا و باعث افزایش نیروی انسانی و پیشرفت اقتصادی آلمان شدن. ولی چاره‌ای نداشتن بنده خداها. واقعا دنیای عجیبیه. خودشون اومدن جنگ انداختن با سیاست‌های کثیفشون. خاورمیانه رو نابود کردن، زندگی مسلمان‌ها رو نابود کردن. بعد میگن چرا دارید میایید کشور ما؟ چه زود یادشون رفته بعد جنگ جهانی دوم از همین اروپایی‌ها 12,000 یونانی پناه آوردن به سوریه و تو شهر حلب در اوج آرامش و عزت ساکن شدن. حالا که شرایط عوض شده چجوری چند متر زمینشون رو منت میذارن؟ تازه به گفته خبرگزاری آلمانی اشپیگل، دولت آلمان از پناهجویان بی خانمان به عنوان اهرمی استفاده کرده برای تقویت اقتصاد رو به زوالشون. بله، ما هم در آینده به فرزندانمون میگیم که همین اروپایی‌ها بعد از قرنها انتظار انتقام شکست‌های سنگین و پی در پی خودشون از امپراتوری عثمانی رو با قتل عام زن و بچه بیگناه خاورمیانه گرفتن. به بچه‌هامون میگیم که امت اسلام رو تکه پاره کردن تا خودشون در آرامش و امنیت و رفاه زندگی کنن. بهشون میگیم که اروپایی‌ها به نفت و معادن با ارزش مسلمان‌ها هم رحم نکردن و تا تونستن بردن. به بچه‌هامون میگیم که مسلمان‌های سوریه از پناهجویان یونانی به خوبی استقبال کردن، اما اروپایی‌ها با مسلمان‌ها اینطور نبودن. و به بچه‌هامون میگیم که فریب شعارهای بظاهر زیبا ولی تو خالی دشمنان اسلام رو نخورن و هوشیار و اهل مطالعه باشن تا امت اسلام دوباره به دوران عزت خودش برگرده. السلام علیکم.